هی همه ای شاید یه روز از عمرمون بهترین روز عمرمون باشه و خب یکی از بهترین روزهای عمر من روزی نبود سلام حالا دلت چطور؟ امیدوارم که خوب باشی. من ترور هستم و خیلی خوش اومدین به این ویدیو جدید جذاب و خفن از کانال خودت. بچه‌ها واقعیتاً بنده با البرز رفتم بیرون و حسابی بهم خوش گذشت و گفتم آقا فیلمش هم گرفتم، ولی خب خود البرز هم اونجا بودید که شارژ موبایل من کمه، بعد زیاد نتونستم فیلم بگیرم. اما گفته بودش که آقا آره خودش فیلمشو میگیره از استریم میذارتش یوتیوب. حالا قبلش هم با سامان تایم ورزش تایم داشت فکر کنم، آره ورزش تایم داشت و بعدش هم که دیگه با من اومدیم رفتیم بیرون. حالا گفتم که آقا بریم ویدیوشو با هم دیگه ببینیم، قرارم ویدیوشو بذاریم. بچه‌ها این ویدیو یه خورده دیر میاد، به بزرگی خودتون ببخشید. الان که من این ویدیو رو میگیرم امشب اوضاع البرز داخل لایوش این شکلیه. بریم گلز ببینیم. سلامتی هرچی گلکار تریاکیه هرچی معتاده نمری امروز قراره بریم پیش یکی از بلادی ترین فردای تهران و بلادی ترین فرد کامیونیتی فری فایر و خب بریم ببینیم که ایشون کی هستن و ببینم میتونیم حدس بزنیم بلادی ترین فرد کامیونیتی یوتیوب فارسی فری فایر کی هست یا نه. باده ناقابلم برای البرز گرفتیم. حالا بریم ببینیم خوشش میاد. آقا ما الان اومدیم پل طبیعت ببینید و خب منتظر دیگه آقا البرز گلمون که هدیه این آقا رو بهش هدیه بدیم. خب آقا بلادیه داداش ترور گل. آقا البرز گفتش ساعت 6 اینجا، الان که میگم تقریبا 5:30 یه نیم ساعت دیگه اینجا آجی ما اومدیم اینجا حالا یه دوری بزنیم و آجی محتوا اینجا رو میبینن اصلا پشم وجودم نمیمونه. نگاه کنید شما به 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 آقای میثاق به به قشنگ خدای قشنگ درش آورد اینجا رو. واه واه فهمیدم. خلافی کمر بعد خم دور کلش الاحمر برگشت رفازی کبای کفتر منو کف بود دیگه والله اکبر خلافی کمر بعد خم دور کلش Party continues. در این حال اگه البرز از اون ور بیاد گیه از این ور بیاد یه آدم با چه صافت نیست از ساعت 4 اینجا بود دارم ساعت 6 کیو. خب یک نمونه انسان از اون ته داره میاد. الان گیر من ما باید دورون قطع کنم. البرز رو میبینیم در این قسمت. سلام آقا، چی داداش؟ چه خبر؟ آقا من خیلیه سلامتی؟ بچه‌ها دیدیمش بالاخره. خوبی عزیزم؟ بابا این پل آخه نمیدونم این چیه؟ این پل داداش این آقا چه خبر؟ باشه چه خبر؟ خوبی آقا؟ حالت باشم بگو بین افراد بگو داداش تهران خوش میگذره؟ سرما ساعت 4 اینجا واسه چی 4 اومدی وقتی بهت میگم 6 بیا؟ شرم باشی من ساعت 4 چه سامانبال بودم منو برداشت نکرده بودم اشکال نداره آقا خیلی خوشحال شدم دیدم داداشی ببریم پول رو نشون بدم عزیزم چی گرفتی؟ اینو بذار تو بیشتری چی ها؟ بذاریم جلوزم آقا حلال بریم یه جا بشینیم یه جا اینه استریم رو نزدیک دیده بودی؟ نگاه کن ماسکی ها جلو اینو بذارم میترسن ازم. من خودم بچه بودم از این میترسیدم همیشه به خدا. شبیه معلممونه. معلم چی شکلیه؟ ببینم معلممون فکر کنم داره میبینم بگم پیشنهاد چیز امتحانمو صفر شده. چرا صفر شدی؟ شبیه اینو معلم. به به آقا دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. الان من سلام مردم فرار نمیکنن. نه بابا با آدم فرار کنم بلادی اینجا. واه واه بابا الان میرم ایوری شو. داداش من نمیبردم این بنده خدا کادو آورده. هیچی نگو نمیخوام صدات رو بشنوم
الان دهن بچه لای بابا. الان اینا مثلا یه دونه‌اش چنده؟ بکشیم لازمه. مثلا بکشید مثلا یه دونه بکشید ببینیم زحمت. بگی واسه خودت هم 2 تا بگیرم واسه دلش 2 تایی بخوری دیگه. مهمونه ولا لواشک مهمونه. نه نکن خود این کارت هست. نمیذارم حساب کنی. داداش چرا نمیذاری حساب من کنی؟ میرم. داداش اومدی مهمون من داداش. چیز نه تو اومدی مهمون من. یه دونه‌شو بکشید ببین چقدر میشه. خب چی بریدم ملش کی تو ترش بریز آقا بریز. نه ملل من یه چیزی بریز حال کنیم. خیلی درازه. ببین تو بلند شو بیا عربستان. او عربستان دفعه اونجا دیگه. بلند شو بیا اونجا. اسمم سعید. خیابون هستش همش فلافله. همش. خب مرکز فلافل خب نباشه. نه آبادانه. بابا آبادان پاکورو. یعنی بگیرم من. بیا آقا بیا. بیا آقا بیا. همچنان البرز رو می‌بینیم. آقا الیان تازه به جمعمون اضافه شدن. بچه یه کم نمیخوای میمیریم من میبندمش. آره اینو ببر خونه. اینو ببر خونه. سر نشت میده نگاه. دستتو به لباست لباس بریزی از این ماسکی تیغه رو فراموش نکنی. راست میگی مردم اومد. خیلی بدمزه است به زور دارم کارمش. حاجی من دستمو نگاه کن. نشونمون نداد. دیگه بعدش هم با آقا البرز رفتیم بیرون توی لیوان مشروب خوری که بهمون چای داد که استریمشون نداشتم واقعیتا بهتون نشون بدم. برای همین دیگه بنده معذرت میخوام از شما. بعد خلاصه اون شب خیلی خوش گذشت. خود البرزم اون مشروب چاییه رو حساب کرد. خیلی خوش گذشت. یکی از بهترین شبای عمرم بود. اگه خوشتون اومد خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو رو موندین، همراهی کردین، نشستین، بحث کردین، دیدین. واقعا ازتون ممنونم. نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. عشق منین. تا ویدیوهای دیگه فعلا.